بدان که در فرهنگ‌ها این خورش را با آوردند و برخی فرهنگیان نوشتند که اگر به دیگر چیزی نپیوندد با نگویند مگر با پیوند، چون شوربا و سرکه با و ماست با. اکنون شوربا همان آش ساده را گویند، ما هرچه کنون به خوردنی ها در ایران زمین گویند همان گوییم. این خوردنی چند گونه است. گونه نخست شورباست که آش ساده است و آن چند گونه است. چنان پزند که برگ اسفناج و گشنیز از هر یک تازه و نیکو فراگیرند، پاک و شسته و خرد کرده. نخست برنج به دیگ دانندر نهند و بیافروزند تا نیم پخته گردد، سپس سبزی در آن ریزند و بجوشانند تا نیک پخته گردد. این گونه مر بیماران را سزاست، از آن است که این را پزشکان به تازی مزورت گویند که بیماران را تزویر کند. آشی که دستور اون رو الان گفتیم شوربا یا آش سبزیه که تقریبا پایه تمام آش‌های ایرانیه و برای درست کردن آش ترش معمولاً به این آش آب قوره، آب لیمو، آب زرشک یا انواع رب‌ها یا میوه‌های ترش رو اضافه می‌کردن و آش ترش درست می‌کردن که نادر میرزا قاجار در کتاب خوراک‌های ایرانی آش زغال رو به این صورت شرح میده. آش زغال یکی از گونه‌های آلوچه است به رنگ در سرخی چون گل سوری و اندازه آن چون انگوری بزرگدانه و این میوه به آذرآبادگان به کشور قره‌داغ و رستاق‌ها که آن را کلیبر نامند بیشتر بود، چنان که توان گفت همه آن دیه ها از آن میوه فروشند و بدان زندگانی کنند و از آن میوه ها بدان روستاها تخم برگیرند و به آفتاب پراکنند که خشک گردد و آن را زغالخته گویند. چه اخته به زبان ترکی نرینه را گویند که تخم آن بیرون آورده باشند و این میوه را تازه نیز سوداگران به روستاهای آذرآبادگان آورند و فروشند. پس نیکو و بامزه باشد. بباید دانست که این آش را به گونه ها پزند. نخست این میوه را با آب گرم خیسانیده بیفشارند که آب آن چون آب قوره و آب نارنج و آب لیمو به دست دارند و به آش زنند. دیگر گونه تازه آن بیفشارند که آب آن چون آب قوره و دیگر فراهم آید، یا همچنان تازه تخم گرفته آن یا خشک یا بی تخم و اخته آن به آش افکنند. گوشتار که از برنج و اسفناج و گشنیز پخته باشد و این به قره‌داغ آذرآبادگان به ویژه به روستای کلیبر که این میوه از آنجا خیزد و نیکوتر پزند و مغز بادام و گردکان ریزه کرده با زردآلوی خشک در آن ریزند